ساعت با وقتی پراگ رسو 15 است و برنامه اخباری آزادی است تقدیم استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز. نخست با سرخط موضوعهای شما را آشنا می‌کنیم که امروز 15 آگوست اطرافشان صحبت خواهیم داشت. با آغاز عملیات ارتشی اوکراین در ولایت کورسک روسیه بیش از 200,000 نفر به جایهای بی‌خطر انتقال داده شدند و این روند ادامه دارد. ماشین ها را رها کنید. وارد کنندگان خودروهای کهنه ادعا دارند که بارشان با سبب‌های واقعی به تاجیکستان دیر رسید. گمرک قبول ندارد. ای کدام سرحد گذشتگی وای وجود همه پیچیده شد. او این مردم برای چی قانون وقتی برآمد گوش نمیکنند قانون آخر. و در دوام 3 سالی حکومتداری طالبان وضع مردم افغانستان بهبود نیافته است. بها دادن به وضع افغانستان دشوار است. امروز این بزرگترین بحران بشری سراسر عالم می باشد. اما آغاز میکنیم از خبری که همین حالا به دست ما رسید. پلیس ایران 3 حمله‌گر را که 4 شهروند تاجیکستان را در تهران گروگان گرفته بودند بی‌ضرر نموده است. در این باره خبرگزاری تاس روسیه با تکیه به خبرگزاری ایرانی ایسنا اطلاع داده است. خبرگزاری ایسنا از قبل نهادهای حقوق و ترتیبات شهر تهران نوشته است با دریافت خبر گروگانگیری 4 شهروند خارجی پلیس در حال اقدام کرده مکان بودباشی گروه گروگانگیر را معین نمود. در جریان زد و خورد جنایتکاران کشته و اسیران آزاد کرده شدند. علی ولی پورگودرزی رئیس شعبه تفتیشاتی پلیس تهران به خبرگزاری ایرنا توضیح داد رها شدگان شهروندان تاجیکستان می باشند که خواستند از کمک قاچاقچیان انسان در ایران استفاده کنند. تاجیکان یادداشتند غیر قانونی وارد قلمرو کشورهای اروپایی شده به امریکا بروند. جنایتکاران باشند آنها را گروگان گرفتند و برای رهاییشان پول کلان طلب کردند. گودرزی گفت در این حادثه 5 نفر بازداشت شده 2 حمله‌گر کشته شدند. این حادثه در حال اتفاق می افتد که شروع از 10 آگوست شهروندان 2 کشور امکان پیدا کردند که به دولت‌های همدیگر بدون ویزا روانه نمایند. امروز حکومت فدرالی روسیه در ولایت بلگراد هممرز با اوکراین وضع فوق‌العاده اعلان کرد. 10,000 ساکن این ولایت از خطر حمله‌های ارتشی اوکراین به مکان امن کوچانیده شدند. 1 هفته پیش در ولایت کورسک روسیه هم وضع فوق‌العاده جاری شده. تاکنون بیش از 200,000 ساکن این استان مکان دائمی زیستشان را ترک کردند. موضوع را همکارمان شادمانی یتیم ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه مقامات ولایت کورسک روسیه اعلام کردند که اهالی ملکی ناحیه گلوشکوی این استان اجباراً به مکان امن انتقال داده می شود. سرپرست منصب والی کورسک الکسی سمیرنو در شبکه تلگرام ابراز داشته است که این تصمیم با نظرداشت وضع کنونی و بر پایه مشورت نهادهای امنیتی گرفته می شود. از سوجه خیلی تیز حرکت کردند. ماشین ها مثل پرواز کرده باشند کم به اسفالت می رسیدند. ما در میان بوته ها پنهان می شدیم و در راه ولنتیورها به مردم نان و آب و غذا می دادند. از طرف سوجه به طور منظم صدای تیر و ترکش می اومد. خانه تیرزه ها و میبل می لرزید. روز چهارشنبه حکومت اوکراین از وضع بشری ولایت کورسک اظهار نگرانی نموده تاکید کرد که به ساکنان از خانه و در محروم شده ولایت کورسک کمک بشری می‌رساند و خواهشمندان امکان خواهند داشت که به جایهای امن اوکراین انتقال داده شوند. وزارت همایش اوکراین در شبکه فیسبوک نوشته است که اوکراین تمام معیارهای حقوقی بین المللی بشری را اجرا می‌کند. ما به اهالی ملکی کورسک حمایت ضروری و کمک بشری فراهم می‌آوریم. ناحیه گلوشکوف در نزدیکی‌های شهر سوجه قرار دارد. از زمان آغاز عملیات ارتش اوکراین در کورسک در تاریخ 6 آگوست سوجه به مرکز مقاومت 2 جانبی درگیر تبدیل یافته است. روز 14 آگوست تلویزیون‌های اوکراین از اشغال شهر سوجه که تا جنگ 20,000 اهالی داشت گزارش‌ها پخش نمودند. اوکراین ادعا دارد که در مساحت 1000 کیلومتر مربع 74 شهرک و دهه‌های ولایت کورسک را زیر نظارت گرفته است. نظر منبع‌های مستقل در این باره دسترس نشده است. خبرنگار رایترز نوشته است که تاکنون بیش از 200,000 اهالی ملکی ولایت کورسک به منطقه‌های بخطر داخلی این کشور کوچانده شدند.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. دهها تاجران در شمال کشور با گذشت تقریبا یک سال هنوز هم انتظارند که حکومت تاجیکستان با آنها شانس فروختن ماشین هایشان را میدهد. ماه آگوست سال گذشته با یک قرار وارد و فروش نقلیات استحصالش تا سال 2013 منع شد. اما حدود 2000 چنین ماشین تنها در یک ایستگاه گمرکی ولایت سوخت جمع شدند. تاجران میگویند روز تا روز وضع مالیوی تجارتشان بحرانی می شود و حل این مشکلشان را تقاضا دارند. تفصیلات در گزارش فرزان محمدی. بعد در ماه اکتبر سال 2023 به اجرا درآمدن یک قرار حکومت، ایستگاه موقتی وابسته به اداره گمرک در شهر بوستان ولایت سوخت از خودروهای کهنه خارجی پر شده است. بر اساس قرار حکومت به حدود تاجیکستان آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 منع گردید. تاجران میگویند که ماشین‌هایشان تا عملی شدن قرار در راه بند ماند و نتوانستند سر وقت آن را بیارند و به فروش گذارند. خطا میکنم از 90% صاحبکارا پیش از قرار برآمدن زدگی ماشین، پیش از قرار برآمدن уже زده فسوندگی ماشین که حجتاش همش فاکتاش هست، دلیلاش هست. اجرایش قرار در گردن گمرک. مقامات تاجیکستان زمان نشر قرار هدف را از منع نقلیات استحصالشان تا سال 2013 حفظ محیط زیست و کاهش پرتوها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. مهلتی که به گفته صاحبکاران کافی نبود. ماه آگوست در قرار حکومت برآمد. گفتن از 2 اکتبر همین کار همین بررسی کرده شده. این مردم تا ماه فوریه همون ماشین چیزا آورد. اینا گوش کنید، یگان سبب نیست. ما حجت‌های همش می‌بینیم مخی. ما می‌بینیم کی کدام سرحد گذشتگی و حجت همه پیچیده شد. او این مردم برای چی قانون وقتی برآمد گوش نمیکنند قانون آخی. حالا 1929 ماشین تا سال 2013 استحصال شده در انبار موقتی گمرکی سوخت نگهداری می شوند. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این ماشین ها را از خارج به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر می بینند. ماشین ها تا رفت فرسوده و تعمیر طلب می گردند. بر ضمن این برای هر ماه نگهداری ماشین ها در اینجا صدها سامانه پرداخت می کنند. در همین حال خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها 2 راه پیشنهاد کرده است: یا ماشین ها را به کشورهای دیگر برده فروشند و یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر 2 راه به گفته صاحبکاران بر ضرر آنهاست. به همین خاطر صاحبان ماشین ها از مقامات یک فرصت دیگر می خواهند تا ورشکسته نشوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان. دیروز در عرفه سومین سالگرد سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، این جنبش تندگرای اسلامی یک گشت نظامی دایر نمود. در این مدت یگان کشور عالم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان‌های بین‌المللی تاکید می‌کنند که افغانستان با بسته بزرگترین بحران‌های بشری دنیا مواجه است. موضوع را همکارمان کامرسی عطایی ادامه می‌دهد. این نوارها هفته روان در عرفه سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از طرف خبرنگار ریترز در کابل گرفته شدند. ظاهراً در این شهر که 4 میلیون اهالی داشته از سال 1776 پایتخت افغانستان می باشد تا حد نظم و ثبات برقرار شده است. 15 آگوست سال 2021 غیر منتظره رژیم طالبان به سر قدرت در افغانستان برگشت. 20 سال تلاش‌های بین المللی و میلیاردها دلار جامعه بین المللی برای تحکیم و تمرین ارتش افغانستان نتیجه نآورد و در روزهایی که سربازان امریکایی از افغانستان بیرون می شدند، ارتش افغانستان سلاح را به زمین گذاشت. 10,000 ساکن غفلت زده افغانستان خانه و درشان را پرتافته در گرد و اطراف فرودگاه محاصره شده کابل جمع شدند. طالبان قدم به قدم آزادی ها و حقوق زنان و دختران را محدود کردند. دیدبان حقوق بشر آن را بدترین نمونه در جهان نامید. ماه می سال 2023
هنگام بحث وضع افغانستان در کنفرانس بین المللی در قطر، دبیر کل سازمان ملل ابراز داشت که جامعه جهانی از وضع افغانستان به طور جدی نگران است. بها دادن به وضع افغانستان دشوار است. امروز این بزرگترین بحران بشری سراسر عالم می باشد. بعد از آن یک کارشناس سازمان ملل متحد رفتار طالبان را با زنان و دختران به اپارتاید یا خود تبعیض اقتصادی و اجتماعی انسان بر پایه جنسی او عنوان داد. اما طالبان اصرار می‌ورزند که بر اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام می‌گذارند. در دوام 3 سال گذشته طالبان به کاهش رشوه‌ستانی و بهبود جمع‌آوری انداز موفق شدند. به قبل معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان احمد زاهد صرف نظر از آنکه حکومت این جنبش تندگرای اسلامی از طرف یگان مملکت اعتراف نشده است، آنها توانستند که با کشورهای منطقه روابط تجاری و اقتصادی راه اندازی کرده به افغانستان سرمایه گذاری خارجی جلب کنند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داده گرفت داشته است. این آمار را نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان روز 7 آگوست در نشست خبری اعلام کردند. اما اقتصاد افغانستان در حال رکود است و تقریباً 40 میلیون اهالی این کشور تنها با چای و نان روز می‌گذرانند. بانک جهانی پیش بینی می‌کند که در دوام 3 سال آینده رشد اقتصاد افغانستان به 0 برابر خواهد بود. افغانستان دارای ذخیره بزرگ معدن‌های نادر است، ولی کوشش‌های استخراج آن از سبب کمبود توجه و تا حد ناامنی نظررس نبودند. هرچند که حکومت طالبان درباره بهبود امنیت حرف میزند، به طور منظم گزارش‌ها درباره حمله‌های مسلحانه و ترکش‌ها در گوشه‌های گوناگون افغانستان نشر می‌شوند. در افغانستان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش فعال بوده مسئولیت ترکش روز 11 آگوست را در دشت برچه کابل که باعث جراحت 11 نفر شده است بر دوش گرفت. در نشست مطبوعاتی جنبستی نیمساله وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان سبب بی‌برقی‌های امساله را به کم‌آبی مربوط دانسته در مورد جاری نمودن لیمیت در تیر ماه زمستان آینده جواب دقیق نداد. در همین حال بسیاری از کارشناسان از صادرات برق در فصل زمستان همچون سبب جاری نمودن برق اشاره می‌کنند. برای دوسوفی در همین باره می‌گوید. ангишт захира кунед. ин посухи вазири энержӣ ва оби тоҷикистон буд ба суоли хабарнигорон дар бораи то куҷо эҳтимол доштани лимити барқ дар тирамоҳ ва зимистони оянда. посухи духураи вазири энержӣ дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш рӯзи 25 июл садо дод. ва мо бояд аз ҳама имкониятҳо истифода барем ва дигар намуди сӯзишвориро ҳам захира намоем. аз он ҷумла ангишт дар ин бора ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои зарури андешта истодааст ки истихроҷи ангишт ва таъмини он ба шаҳрвандони тоҷикистон сари вақт дастрас шавад. вазири энержии тоҷикистон дар идома гуфт: мо аз нигоҳи фаннӣ ҳама омодагиҳои худро гирифта истодаем, вале тағйироти иқлим ба нақшаҳои мо таъсир мегузорад. аз ҷумла сабаби бебарқии зимистону баҳори имсоларо ба коҳиши шадиди воридоти об дар рудхонаи вахш ва ҳудуди 400 миллион киловаттсоат кам тавлид шудани барқ дар нирӯгоҳҳои кишвар номид. ва дуюм сабаб ин агар мо ба умур нигоҳ кунем 7 соли охир шумораи истифодабарандагони нерӯи барқ 38% зиёд шудагӣ аст. аммо вазири энержии тоҷикистон фурӯши барқ ба афғонистону узбекистон дар зимистону баҳори имсоларо рад кард. ӯ гуфт: дар ин мавсим танҳо як миқдори ночиз барои нигоҳ доштани хатҳои барқ ба афғонистон фиристода мешуд. аммо тибқи иттилои оҷонсии омор тоҷикистон дар моҳҳои сентябр-декабри соли гузашта ба андозаи қариб 31 миллион доллар ва дар моҳҳои январ-марти соли ҷорӣ дар ҳаҷми 7.2 миллион доллар ба хориҷи кишвар барқ содир кардааст. инро наметавон миқдори ночиз барои нигаҳдории хатҳои барқ номид. тоҷикистон асосан ба афғонистон ва узбекистон барқ содир мекунад. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایک شما که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. تا دور نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.